خب بچه‌ها، ما اینو رو اسیدشویی کردیم. اگه شما میخواید اینجوری کارتر تمیز در بیاد، ببینید با این ترفند ساده ای داره، با یه سیم ظرفشویی که تو خونه همه هست، میتونیم روش بسابیم، این سیاهیاشو میگیره. ببینید ترتمیز. بچه‌ها اینم ترموکولشه. ببینید چقدر تغییر کرده با یه سیم ظرفشویی ساده. دیگه نیاز به نوم نداره. این از مجموعه کار سرویس و بازسازی لیگ دکتر و حالا تشکیلاتش. حالا اشاره برای جمع کردنش هم ویدیوشو میذارم براتون، آموزش براتون میذارم. حتما با من همراه باشید. بعد سابسکرایب، لایک تا اینجا فراموش نشه. شما برای اینکه این قسمت فندک و اینا رو عوض بکنین باید اینو در بیارید. بعد این زبونه که این زیر داره اینم شکسته، این خارش هم باید در بیارید، این فنر رو در بیارید، این زبونه باید عوض بشه. این زبونه لبه داره که این سنگ چخماقو زمانی که میچرخونید بلومو میبره عقب، بعد به ضرب میزنه، این جرقه تولید میکنه. جرقه از طریق این سیم میره به سر سرامیک فندک روی پیلوت. همزمان گاز باش که باز میشه، این عمل باعث میشه که شما پیلوتتون هم فندک همون شمکتون روشن بشه. الان ما میخوایم مثلا خب عوضش بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ با من همراه باشید. تا بهتون میگم. ببین اول یه پیشگوشی اینجا میندازی، میکشید بالا. به این صورت در میارید. این رو قشنگ تمیز بکنید. خب این خواهش هم خب به همین صورت که پیشگوشی نازک میندازین لاش، این میکشین عقب در میاد. این فنرش هم اینا رو توی سطح چیزی بذارید که ببینید عزیزان کلا این یه لبه ای داره، این واشره لبه ای داره، لبهش اصلا کلا شکسته. باید به این جور، این سمت باید به این مدل باشه.
واشه رو اول جا میذاریم، بعد فنر میافته پشتش، بعد اینو پایین میدیم، این فنر رو با دست یکم پایین میدیم، اینو کارش رو جا میزنیم. خب بعد از آن اول این که مربوط به مشعل میشه میبندین، اول سفت نمیکنین. خب اینه که بستیم، بعد از اینکه جهت این جولا مشخص شد، ببین یکی یاد بره. خب قسمت پیلوت، یکی هم که اینجا قسمت مشعل. این حالت مشخصه که سر جاشه. حالا اینا رو در همین حالت خب شما صفر کنید، صفر کنید. بعدا زمانی که این کارش تموم شد میخواید نصب بکنید دیگه قشنگ اونجا طبق اون جایی که داره قشنگ این ریلاج میکنه دیگه، محکمش میکنه. خب به همین حالت دیگه. بچه‌ها اینو فعلا میذاریم کنار، باش کار نداریم. اگه دیگه شما اذیت نکنه میتونید همین مثل من بادش بکنید. همینجوری فشار بهش نیارید که از اینجا میبره. اینو سیفتش میکنید، بعد ریگولاتور رو میارید، بچه‌ها اینه که بستین، با آچار قشنگ سیفتش میکنید.